سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم بحث طریقه سیمکشی خازن به کمپرسور رو براتون توضیح بدم. کمپرسور 3 تا پایه داره که باید CSR یعنی کامان، استارت و رانینگش رو مشخص بکنیم. خازن هم بعضی از خازن ها 2 تا پایه داره که یکیش هرمه، یکیش هم کامان، که بعضی از خازن های دیگه 3 تا پایه داره که یک فن هم برای راه اندازی فن هم داخل اون خازن ها هست. طریقه سیم کشیش رو بعد براتون توضیح میدم. برای پیدا کردن پایه های کمپرسور رانینگ و کامان و استارت رو باید با مولتی متر انجام بدیم. میایم اول تک تک پایه ها رو با هم دیگه مقاومتشون رو به دست میاریم. مثلا 2 تای پایین رو با هم دیگه میگیریم، حدوداً 4 و 8 اوم به ما میده. بعد دوباره یک پایه رو میذاریم روی پایه دیگه. حالا مثلا بگم 2 تا سمت چپ و سمت بالا رو میگیریم، 4 و 8 اوم به ما داده. بعد سمت چپ با سمت راست رو میگیریم، حدوداً 3 و 2 اوم مثلا نشون میده طبق تصویر اگه ببینین. و سمت راست و بالا رو میگیریم 1 و 6. حالا برای پیدا کردن CSRش اول ما باید کامان یا همون C رو پیدا کنیم. هر پایه‌ای که گرفتیم، مثلا 2 تا پایه پایین رو که گرفتیم، اگر 4 و 8 اوم باشه، پایه‌ای که نگرفتیم یا روبرویش میشه کامان ما یا همون C ما. خب C رو گرفتیم. وقتی که C رو پیدا کردیم میتونیم راحت رانینگ و استارت رو پیدا کنیم. یک پایه رو به C وصل میکنیم و یک پایه رو به یکی از پایه های دیگه. حالا وقتی که اگر C رو پیدا کردیم و یک پایه رو به سمت چپ گذاشتیم، اگر که مثلا نشون بده 1 و 6 یعنی 1 و 6 و سمت راستیش هم دوباره گرفتیم، زد 3 و 2 اوم، 3 و 2 دهم اوم. حالا میشه کمترین مقاومت میشه رانینگ و بیشترین مقاومت میشه استارت. پس ما الان C، S و R رو پیدا کردیم. حالا میایم سمت خازن. C کمپرسور مستقیم به فاز یا کنتاکتور وصل میشه. S کمپرسور به هرم خازن وصل میشه و رانینگ کمپرسور به کامان نول وصل میشه، کامان خازن وصل میشه که طبق تصویر توی عکس بهتون نشون میدم. ممنون میشم که ما رو حمایت کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خیلی متشکرم.